این دو نفر فکر نمی‌کردن با این ویدیو قراره انقدر معروف بشن. این دختر و پسر با هم قرار میذارن که توی یه روز توی خونه با تجهیزات کامل نقاشی تا جایی که بلدن همدیگر رو نقاشی کنن. وقتی پسر کارش تموم میشه تصمیم میگیره قبل از نشون دادن نقاشیش از دختر فیلم بگیره و با این صحنه روبرو میشه. Well, that's not good, is it? Aww. No, that's really good. Aww. I told you like something out of South Park. That's good, isn't it?